حرفی دل من ازش همیشه سکوت کردم، تمام حرفها رو شنیدم، به من گفتن، غیبت ها کردن، تهمت ها زدن، همه رو شنیدم، تو دلم مونده، هیچ وقت نگفتم چه چی ازش. ولی اگه روزی بخوام از اینجا برم همه چیز رو میگم، بذار مردم همه چیز رو بدونن چه بلاهایی سر من اومد. ما دیدک های ضرب المثل داریم، میگیم که تیمانچی نفهم تو ما بوزه من نفهمیم. من از هیچ کس انتظار ندارم. من سالونم پر میشه، با من کسی زورکی نمیارم توی سالون، مردم دوست دارم. من خدا رسم سال 70 پشت شهرداری، این دهه 60 یا دهه 50 یادشونه، پشت شهرداری داربست میزدیم، به خدا 50 شب بولوار خوابیدم، بیننده میومد 10 نفر، بینید ما بود 8 تومن، یعنی چون دادم، زحمت کشیدم. من تمام بچه های خودمان رو گرفتم بردم سال 79. بعد روزی حراست صدا سیما به من زنگ زد، گفتن که شما دیگه ممنوع تصمیم هستید. من گفتم که چرا؟ گفتن که شما تو یک عروسی رقصیدید، عروسی علیرضا گلپایدار میگفت. گفتم که مطلب دارید گفت فیلم رو یکی از همین بچه های همشهری خودتون آورده اینجا. من 14 سال ممنوع تصمیم بودم، بهترین دوران اوج کاریمو من به خاطر همین حسادت ها من ممنوع تصویر شدم.